سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز گرامی. دوستان بریم ببینیم که روز سه‌شنبه وضعیت بازار به چه شکل هست. نوایی که مشخص کردیم و حرکت قیمت تقریبا 30 ثانیه دیگه هم بازار باز میشه. ما یه مقدار تصویر رو بزرگتر میکنیم که یه دید بهتر داشته باشیم و منتظر میمونیم که در واقع بازار باز بشه و ببینیم شرایط به چه شکل میشه. حرکت قیمت رو قبل از تایم داریم میبینیم که یه حرکتی رو شروع کرده و 10 ثانیه دیگه هم بازار باز میشه. منتظریم تا ببینیم چی میشه. خب بازار باز میشه. برگشت قیمت رو داریم میبینیم. ببینیم این حرکت جمع کردن نقدینگی بوده برای بالا رفتن یا اینکه میخواد حرکت ادامه دار بشه و ریزش رو داشته باشیم. خب 10 دقیقه و 40 ثانیه از تایم کاری گذشته. 1 دقیقه رو ببینیم. این ناحیه برای من مهمه. اگر شکسته بشه من وارد معامله خرید میشم و اینجا هم همینطور واسه من مهم هست ببینم